داره. خیلی ها سوال میپرسن که درمان چشم درد چیه. بنده حمید زاجلم. کلیپای آموزشی زیادی میخوام دیگه از این به بعد تو پیجم بذارم. دوباره میخوام بهتون توضیح بدم که این مدل چشم درد رو چیکار کنید. اولین کاری که میکنید کپسول شربت داکسی ساکلین و شربت فلور از دامپزشکی میگیرید و میریزید تو آب کبوتراتون به مدت 4 روز تو آب کبوتراتون باشه. تو هر لیتر از هر شربت تقریبا 2 cc تا 2 cc و نیم فلور و 2 cc و نیم داکسی میریزید. این قسمت چشم که اینجوری باد کرده باشه الان ببینید زیرش یه حالت چرکه، اینه اینجوری به این صورت در میارید اینو. خب من الان توی دوربین دستمه. این پنیرک چشم بهش میگن. بعد که داکسی و فلور رو ریختین تو آبشون میتونید از همون داکسی و فلور به انگوشتون یه خورده بمالید، یه خورده تو این چشمش، یه خورده هم تو این چشمش. الان این چشمش هم یه خورده داره. به این صورت تا 4 روز کامل خوب میشه، تضمینی. این آب که از بینیش هم میاد اینا همه باعث از چشم درده. همه اینا درست میشه. مخلصتون حمید زاجل. ضد عفونی یادتون نره. پیج ما هم به بقیه معرفی کنید و با لایک و کامنتاتون انرژی بهمون بدید. یا علی.